سلام، خیلی مخلصم. من ابراهیم زینالی هستم. خوش اومدید به چنل خودتون. امروز یه فیلم کوتاه راجع به سامانه میخک داریم که توضیح براتون میدم که چیه سامانه میخک، چیکار باید بکنید و چرا کسایی که مشمول به خدمت هستن حتما باید برن تو سامانه میخک ثبت نام بکنن و تشکیل پرونده بدن. پس با من همراه باشید تا آخر فیلم. همونطوری که تو فیلم‌های قبلی براتون توضیح دادم، اون دوستان عزیزمون که مثل من مشمول به خدمت هستن یه دونه معافیت تحصیلی 6 ماهه بهشون میدن که از کشور خارج بشن. خب وقتی که شما دارید بید معافیت تحصیلی رو بگیرید، یه تعهدنامه پر میکنید، میگید که آقا من تو 6 ماه آینده تعیین تکلیف میکنم، میگم که کجا هستم، دارم درس میخونم، چیکار میخوام بکنم و مثل حالت حضوری زدن تو پادگان و تو سربازی و تو مدرسه هست دیگه. خلاصش همینه. بعد پروسه خیلی سخت و پیچیده نیست، ولی خب به دلیل جذاب بودن سیستم و دلیل کاری که داریم انجام میدیم یه مقداری رو اعصابه. پس حالا با من همراه باشید که بریم رو صفحه لپتاپ ببینیم چی کارا میشه که اصلا داخل سامانه میخک. خب همینطور که میبینید این الان صفحه سامانه میخک هست که براتون توضیح میده که چی به چی هست و اسمش رو نوشته و این صحبت ها. اینجا توضیح میده که سامانه میخک چیه، چی کار میکنه، آدرس و اطلاعات تماس. خب جایی که ما باید بریم، میریم ثبت نام، ورود. شما دو تا راه دارید برای وارد شدن به سیستم بعد از اینکه تو سیستم ثبت نام کردید. اول که پست الکترونیکتون رو میزنید یا ایمیل رو میزنید، کد ملی، کد امنیتی، حالا یا رمز ثابت تشکیل میدید یا مثل من هر دفعه یه رمز یه بار مصرف میگیرم چون خیلی استفاده خاصی از این ندارم. پس حالا من وارد میشم و صفحه بعد میبینیم. خب همینطور که میدونید شما از ایران که میخواد خارج بشید به یه نفر وکالت تام میدید، ولی ممکنه یه لحظه شما یه چیزی رو فراموش بکنید یا نمیدونم یه چیزی بعدا مورد نیازتون بشه که بهش فکر نکرده باشید. پس میاد وارد بخش وکالتنامه میشید، اطلاعات رو پر میکنید و به نزدیکترین کنسولگریتون مراجعه میکنید. مثلا کسی که نزدیک به فرانکفورت هستن باید برن فرانکفورت، کسی که نزدیک به هامبورگ هستن باید برن هامبورگ و کسی که برلین هستن باید برن برلین. که همونطور که میدونید من نیاز بود که برم فرانکفورت و رفتم و اومدم. آخر فیلم بهتون میگم که رفتم اونجا و چه اتفاقایی افتاد و حتما تا آخر فیلم باشید که گوش بدید، شاید به کار شما هم اومد. خب میریم سراغ امور گذرنامه. درخواست گذرنامه، درخواست برگ عبور و درخواست اجازه خروج از کشور که اون مخصوص ما مشمول خدمت هست. اینم که واسه اگه یه زن خارجی بگیرید یا اینجا با یه نفر ازدواج بکنید میتونید برید کنسولگری ثبتش بکنید. امور تحصیلی هم که باز برای ما دانشجوها هست در کل، حالا چه مشمول چه اون کسی که مشمول به خدمت نیست. اینا هم دیگه تک تک خودتون موضوع ببرید روش، اطلاعات رو بهتون میگه و توضیح میده. حالا اگه من بخوام همه رو توضیح بدم اول فیلم خیلی طولانی میشه و ممکنه حوصلتون سر بره. خب اولین کاری که ما باید انجام بدیم، بیام تو بخش امور تحصیلی. حواستون باشه امور تحصیلی برای همه دانشجویان خارج از کشور هست، پسر، دختر و آقایونی که مشمول به خدمت هستن و مشمول نیستن. اول باید درخواست پرونده تحصیلی بدیم. دیدید رو اون صفحه که کلیک بکنید اینجا واسهتون باز میشه، اطلاعات رو پر میکنید، نمایندگی رو سرچ میکنید. مثلا واسه من فرانکفورت بود، زدم فرانکفورت، اطلاعات خودتون رو وارد میکنید. آدرس داخل کشور قطعا میخوان ازتون، آدرس اینجا هم که قطعا میخوان، شماره لازم داره و اطلاعات اینجا. عکس باید آپلود بکنید، ولی عکسایی که آپلود میکنید باید بین 100 تا 300 کیلوبایت باشه که یه دونه پروسه خیلی چرتی هست و هر از گاهی خوش اتوماتیک از تو سایت میپره بیرون. ترجیحاً با گوگل کروم برید، من راحت تر بوده واسم و کمترین خطا رو بهم داد. و بعد از اینکه همه اینا رو پر کردید و کد امنیتی رو وارد کردید و ثبت کردید، یه ایمیل اتوماتیک فکر میکنم میاد واسهتون که میگه که آقا اوکی ثبت شده و این کد پیگیری شما هست. بعد از اینکه کد پیگیری رو گرفتید باید فکر میکنم یه 15 روزی صبر بدید که یه ایمیل جدیدی واسهتون میاد که ایمیل اینجا میارمش و میگه که 15 روز از درخواست شما گذشته، میتونید برید کنسولگریتون که میرید کنسولگری و کارا رو انجام میدید که یه کار چرتی هم هست، اونم میگم بهتون باز. خب و حالا اگه یه مدرکی هم دارید که بخواید تاییدیه‌شو بگیرید، روی این کلیک میکنید و میرید درخواست تایید تحصیلی میدید.
حالا کار بعدی که باید حتما انجام بدید امور گذرنامه هست، مخصوصا دوستان عزیزیم که مشغول به خدمتن. درخواست اجازه خروج به دانشجو میزنیم اینو. بله اینو که من هستم، اطلاعاتتون رو میاره، میزنید صفحه بعد، اطلاعات رو وارد میکنید. حالا نمیدونم اجازه میده بریم صفحه بعد؟ نه اجازه نمیده. سوابق تحصیلی، سوابق شخصی رو وارد میکنید که اطلاعاتتون رو میخواد، ثبت مدرک داره و حتی حواستون باشه یه نامه وزارت علوم بهتون میده، میگه که آقای فلانی از تاریخ فلان تا فلان اجازه خروج از کشور داره. حتما اون نامه رو باید تو سیستم ثبت بکنید و ثبت نهایی بزنید تا دوباره یه کدی بهتون میده که کد رهگیری است. دوباره بعد 15 روز میتونید برید کارا رو انجام بدید. که پیشنهاد من اینه که اگه شما راهتون دور هست هر دوتا رو با هم انجام بدید که نیازی نباشه که دو بار برید و بیاید. یعنی هم درخواست تشکیل پرونده بدید، هم درخواست اجازه خروج از کشور بدید که دو تا خوبی داره. یکی که یه مهری داخل پاسپورتتون میزنن که تا اجازه خروج از کشور است و با اون مهر میتونید راحت از کشور خارج بشید و همچنین عوارض خروج از کشور نمید. خب وقتی که همه این کارا رو انجام دادید باید صبر بدید و 15 روز بگذره و برید کنسولگری. حالا وکالتنامه هم یه سری بزنیم. مثلا میگه نوع وکالتنامه، مثلا میزنید فروش خودرو، مثلا ماشین ثبت نام کردید میاد و اطلاعات ازتون میخواد. نمایندگی رو میزنیم، مثلا میزنیم فرانکفورت، اطلاعات محل سکونت دیگه. حالا اطلاعات وکیل رو وارد میکنید، حالا هر کسی که باشه. متن وکالتنامه هم که اینه، او مثلا شماره شاسی ازتون میخواد، شماره موتور میخواد و اطلاعات رو تکمیل میکنید. و حواستون باشه که اگه دوباره وکالتنامه خواستید برای کسی صادر بکنید با پاسپورت، کارت اقامت، حالا هر چیزی که داری، مدرک شناسایی، باید دوباره برید اون کنسولگری که مورد نیازتون هست و اینو ثبت بکنید و میفرستنش ایران. حالا دقیق نمیدونم که وقتی وکالت رو میفرستن ایران، اون شخصی که داخل ایران شما بهش وکالت دارید از کجا میتونه اون وکالت رو بگیره. و با اینکه من رفتم اونجا پرسیدم، اون آقا درست نمیدونست، مثل که اون مسئولش نبود و درست اطلاعی نداشت. پس اگه کسی میدونه که داخل ایران این وکالتنامه وقتی فرستاده میشه کجا میره و اونا چجوری میتونن بگیرنش، حتما داخل کامنت ها بنویسید. هم من استفاده میکنم هم بقیه دوستان. ممنونم. ثبت میزنید تو میره پی کارش. و تو هر مرحله هم که بودید شما میتونید بیاید اینجا آمار فردی رو بزنید، مراحل رو بهتون نشون میده و اوکیه دیگه. دوستان گلم، تجربه شخصی منه. من که رفتم فرانکفورت اصلا برای تشکیل پرونده نه از آن مدارک رو خواستن نه چیزی خواستن، چون من شنیده بودم وقتی که میخوایم بریم کلا اون کنسولگری که میخوایم بریم حتما باید اصل مدارک همراهمون باشه، نمیدونم نامه اشتغال به تحصیل پرینت شده باشه و اطلاعات، یعنی مدارک کامل باشه. برید فرانکفورت، اونجا برای درخواست تشکیل پرونده اطلاعاتتون رو چک میکنن، مدارک رو بررسی میکنن، این صحبت ها. ولی وقتی که من رفتم نه مدارک منو بررسی کردن نه چیزی، فقط پاسپورت منو گرفتن و یه مهر زدن داخل پاسپورتم و گفتن حل برو دست خدا دیگه. و من تقریبا 2 روز الکی رفتم اونجا اومدم. حالا شما بپرسید، تحقیق بکنید و ایمیل بزنید به کنسولگری مربوطتون، بگید که آقا نیاز هست ما بیایم. اگه من چون از اون طرف من پرسیدم، گفتم آقا اگه من مهر رو نخوام چی؟ گفت اوکی شما تو سیستم فقط درخواست بدید کافیه، هر وقت خواستید بیاید مهر رو ما میذاریم داخل پاسپورتتون. پس بازم اطلاعات بگیرید، بپرسید که یه وقتی الکی پا نشید برید اونجا و هم کلی هزینه‌تون بشه و کاری هم انجام ندید دیگه. اصلا من الکی رفتم اومدم. شما برید کنسولگری از مدارک رو بگیرن، هیچ معلوم نیست و هر دفعه برای یه نفر یه کاری انجام میدن. خیلی مواظب خودتون باشید، حتما واکسن بزنید. کرونا دوباره زیاد شده، مراقب خودتون و خانواده‌تون باشید. خیلی ممنونم که تا اینجا فیلم تماشا کردید. امیدوارم فیلم طولانی نشده باشه و خسته نشده باشید. ممنون میشم که چنل رو سابسکرایب بکنید، فیلم ها رو لایک بکنید، کامنت بذارید، هر چی سوال دارید بپرسید، در اسرع وقت بهتون جواب میدم. حتما داخل اینستا منو فالو بکنید که زندگی روزمره منو ببینید. بعد از امتحانا فعالیت ها رو خیلی بیشتر میکنم، تو امتحانام هست و خیلی فشار سنگینه و به زور یه زمانی پیدا کردم که فیلم رو ضبط بکنم و ادیتش بکنم، چون کمی زمان میبره. خیلی ممنونم، مواظب خودتون باشید. خداحافظ.